توپ مرواری نوشته صادق هدایت. فایل 7. آوایبوک.wordpress.com. این پیام به وسیله فست میل فرستاده شد. در کتاب هذیان المکتوب فی انف المعیوب آمده است که فاست مائیل بر وزن جبرائیل فرشته‌ای باشد برای دریای سند که نیمی از تنش زن و نیمی دیگر ماهی است. به قدرت حق تعالی و به این مناسبت وی را فرشته ماهی نیز خوانند. بعضی گفتند که فرشته نام برده سخت نیکو جمال و خجسته خصال باشد و از پستانش شیر و انگبین فرو ریزد و با الحان دلکش ملوانان را فریفته خویش سازد و به دام بلا اندازد، اما هر آینه به نامش سوگند خورند و نامه بدو سپارند آن نامه را بیدرنگ به مقصد رساند. دسته دیگر تردید کرده و گفتند که در آسمان چهارم فرشته دیگری بوده است به نام ارمائیل که وی را بدوح که مخفف نام بودا باشد نیز خوانند و مشار الیه در قدیم الایام وظیفه چاپار را ایفا می کرده است، ولکن اکنون به علت فرسودگی و پیری بازنشسته گردیده و از دخالت در امور آدمیان سخت می احترازد و فرمان موافق را همواره پشت گوش می اندازد. والله اعلم. بعد قانون را با سلام و صلوات از توی رزمناو در آوردند. البته قبل از اینکه رزمناو به جانب لیسبون رهسپار شود و دهنه لوله اش را به طرف بندر گمبرون قرار دادند، بعدها این بندر را شاه عباس بزرگ فتح کرد و نام نامی خودش را روش گذاشت. به جایگاه شهر توان گفت ان شاء الله تعالی. حالا دو کلمه از هرمز هرمزان، استاندار استانداران جزیره هرمز بشنوید که قبل از هبوط آدم پشت در پشت به پاسبانی و نگهبانی سرزمین مرده ریگ نیاکانش مشغول بوده تا آب توی دل مردم تکان نخورد. معظم الله که از پیش آمد سخت پکر شد و توی ذوقش خورد، چون لوزیتانی های فاتح برای سرش نرخ معین کرده بودند وگرنه حاضر بود از جان و دل با آنها همکاری صمیمانه بکند. این بود که به ریش غیرتش برخورد، ناچار به لباس مبدل رهبانان درآمد و بعد از آنکه اطلاعات فنی و نظامی دقیقی از مهمانان ناخوانده به دست آورد، 2 عدد پرتقال از مرکز پخش خاربار ارتش لوزیتانی ها کش رفت و برای گزارش کردن چگونگی تصرف جزیره به پیشگاه شاهنشاه وقت شتافت. حالا شما توی دلتون میگویید که مگر شاهنشاه وقت که بود که ما نباید اسمش را بدانیم؟ و یا ممکن است تصور بکنید که شاه عباس کبیر بود، اما خیر، ما هم سلطان وقت را درست به جا نمی آوریم، اصراری هم به شناختنش نداریم. شاید خود آن بزرگوار هم بیشتر دلش بخواهد که ناشناس بماند. صاحب الوحوش و لشوش معتقد است که در آن زمان شاهنشاه ایران و انیران سلطان محمد خربنده متخلص به عبدالحمار بوده است. حالا ما هم فرض کنیم خدای نکرده این هست درست باشد. همه می‌دانند که این شاهنشاه به طور استثناء حلیم و سلیم و اهل رضا و تسلیم و آدم با خدای بیالایشی بوده و معروف است که جمال حالش به زیور ایمان و اسلام و حلیه متابعت سنت حضرت خیرالانعام علیه السلام مزین و محلا بوده و همواره در تقویت ارکان شریعت غرا و تمشیت مهام ملت بیضا مساعی جمیله بذل می‌فرمود و چون بیشتر به درست کردن شک میان 2 و 3 و غور و تعمیق و آداب مبال رفتن و حیض و نفاس و غسل جنابت و مبتلات روزه و استبراء و استنجا میپرداخته و به فکر نماز و روزه و دعای نزل بندی بوده، کمتر متوجه قرتی بازی سیاست مداری می شده است. فقط در زمان جهانداریش یک اقدام مهم خواست بکند، بعد هم از سگ پشیمانتر شد.
یعنی از کوری چشم ملک نقاله میخواست تربت مطهر حضرت علی علیه السلام را از نجف اشرف به پایتخت خودش سلطانیه نقل و انتقال بده تا مردم کمتر پول و داراییشان را ببرند به اماکن مقدسه و به عربهای کون نشور تحویل بدهند و فحش عجمی بشنوند. جای بسی تعجب است با وجودی که طهارت و استنجا از فکر بکر عرب تراوش کرده، معلوم نیست چرا خودشان این عمل شنیع را به کار نمی‌بندند. توضیحات: در روایات مذهبی آمده است که خداوند را فرشته‌ای است به نام ملک نقاله که وظیفه‌اش نقل و انتقال لاشه مردگان پس از دفن ایشان به جایی است که سزاوار آنند. این فرشته دوستداران اهل بیت را اگر در جای نامناسب و نزد گناهکاران دفن شده باشند به جوار مرقد ائمه میبرد و بالعکس. باری حضرت امیرالمؤمنان و پیشوای متقیان و راه نجات گناهکاران در خواب به سلطان محمد خربنده ظاهر شد و به ترکی سره مقداری کلمات قصار سر قدم رفت و گفت: اوهوی سلطان محمد خربنده، سنینکی سنده منینکی منده. البته مقصود حضرت این بود که حالو از ما بکش و به یک حاجیزاده بند کن. این را هم بگوییم که ایشان قربانش بروم درویش مسلک و دموکرات بود و سوسیالیست هم بود، یعنی خلاصه سوسیال دموکرات تمام عیار بود. و پس از آنکه فرنگی ها مسلک های عجیب و غریب امروزی خود را که ماکیاویلیسم و مرکانتلیسم و اپورتونیسم باشد اختراع کنند و مثل گرزهای داغ به سر و کله مردم بکوبند، حضرت به مصداق نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، تمام اینها را از برداشت و با وجودی که میان اعراب بادیه نشین کافر و جاهل دین حنیف را تبلیغ می‌فرمود، دقیقه ای از این گونه مسائل علمی و مسالک دنیوی غفلت نمی‌ورزیدند. چه درد سرتان دهم؟ حضرت کت همه را از پشت بسته و از خود ماکیاول هم ماکیاولیستر و از روسو و بیکن هم دموکرات‌تر تشریف داشتند و بعضی معتقدند که تمایلات کمونیست افراطی هم در وجود مبارک ایشان مشاهده میشد. زیرا وقتی قالیه بهارستان کسری به دست سران اعراب افتاد و تکه تکه کردند، علی برای اینکه بی‌اعتنایی و گذشت خود را به پول و مال دنیا نشان بدهد، سهم خود را با یک مشت کافور که برای چپاندن به مماسات میت به کار میرفت با تاجر حبشی تاخت زد تا علی‌رغم همکاران کلاه به سر مبارکش رفته باشد، زیرا رفقایش هر کدام بهره خود را به چندین هزار درهم فروختند. به علاوه از دشمنی که با ثروتمندان داشت، به موجب آیه کریمه والله علی الناس حج البیت زیارت کعبه را بر لاتولوت‌ها حرام کرد و قانون گذرانید که اگرچه خودش میدانست که خدا نه مرکب است و نه جسم است و نه مرئی است و نه حاله است، نه محل است و نه شریک دارد، نه معانی و صفات زائد بر ذات دارد و نه به هیچ چیز و به هیچ کس نیاز دارد و خلاصه مقامش عالی تر از این است که اصلا وجود داشته باشد و مقصود فقط پر کردن بیت المال مسلمین است، فقط میلیونرها حق رفتن به خانه خدا و به جا آوردن صله رحم با قادر متعال را دارند تا به این وسیله آنها را به لیلی کردن دور حجر الاسود و انداختن 7 ریگ وادار کند و به ریش حنابسته آنها بخندد و نیز آنها را مجبور کرد که روز عید قربان در خانه خدا به خونبهای هر شپش که بکشند 1 گوسفند قربانی کنند و تمام پول و آبروی نداری خود را از دست بدهند. البته لاتولوت‌ها از این تفریح محروم نبودند که پول ناچیز خود را خرج اماکن متبرکه بکنند و به خاک سیاه بنشینند. باری بعد هم سادات را به شغل شریف گدایی تشویق کرد و مستمری نذر و نیاز و صدقه و خمس برایشان معین فرمود و بر مردم عام واجب کرد از 20 انگشتان انگشت 21 از آن سادات باشد.
اینها جمله های معترضه بود. اما از شما چه پنهان که در اثر پیش آمد سابق الذکر سلطان محمد خربنده از تصمیم قطعی خود چشم پوشید که پوشید. البته در آن زمان نه اسپیدفایر بود و نه هوریکن و نه جاده شوسه و نه کشتی اژدرافکن و نه گرافزیپلن، فقط عماری بود و تخت روان و دلیجان و پالکی و از این مزخرفات پیدا می شد. حالا فکرشو بکنید که هرمز هرمزان، استاندار استانداران جزیره هرمز، که فقط یک درازگوش بندری که در سرعت و رفتار از برق و باد سبق می برد زیر پایش بود، با چه فلاکت می توانست خودش را به سلطانیه برساند. بنای شهر اخیر را جمعی به حضرت نوح و جماعتی به حضرت سلیمان نسبت می دهند و برخی میگویند که شهر مزبور ابتدا به سلیمانیه مشهور بوده است. والله اعلم. به طور دقیق ما اطلاع داریم که مسافرتش 7 هفته به طول انجامید. سلطان محمد خربنده که حلیم و سلیم و اهل تسلیم و تقوا و آدم بیالایش با خدایی بود، وقتی که هرمز هرمزان را به حال زار و نزار و با هیکلی غبارآلود دید و اولین بار اسمهای تخمی مثل دون راستاموره و دون ماتاکوروس و دون ماتاموروس، دون کونکوستادور، دون کویچوته، دون دکاپیتادور را به جای یوزباشی و دهباشی و یاردانقلی و فضولاقاسی و گارداش غلام یحیی شنید، اگرچه چیز زیادی دستگیرش نشد، اما دلش شروع کرد به جل زول سوختن. هرمز هرمزان را نوازش و دلجویی کرد و به صیقل کلام محبت آمیز زنگ اندوه از مرآت خاطرش بزدود و بیشتر از پیشتر به عواطف خسروانه سرافرازش گردانید. همین که 2 پرتقال را دید فرمود: ایلده این کپی اغل پرتقالی ها هرچی باشد به ما مهمان دور. پی جهنم مال دنیا نندا گور پیدرش کرده. اگر الله خواسته باشد خودش ها می رود و خدا کلکشان می کنید. پی نیه کافر المسون، مگر بیل میسن که بدون حکم حق سبحانه و تعالی بلگ از آغاج نمیریزی؟ پس تقدیر بله دور که این köpek oğlu پرتغالilər جزیرəni بیجیرند. الله da با تقدیر تدبیر olmaz. اگر الله خودش بخواهد زعفر جنی فرستاده همسونو کشته. پی ایندی اینقدر فضولی که میخوای الله کارخانه‌سینا دست بزنی، مشیتی بله قرار گرفتی که کفار بر ما مسلط بشود. الهده بدور که واردور. من خودم به زبان آذری فرموده سیراجی را که ایزد بیافروزه هر پوف کنه ریشش بسوزه. küçükten günah, büyükten بخشش. اله من گوزهایم هم گذاشته، ایندی بله صلاح است که هر نداریم بدهیم. ondan sonra تخم پرتقالları بکاریم تا onlar için خوراک تدارک بشود. çünkü sabah bu köpeğoğlular گرسنه نشود بگوید که ما شاهنشاه مهمان شده گرسنه ماندی. از این به بعد اهالی لوزیتانستان معروف به پرتغالی گشتند و این لقب از کفر ابلیس مشهورتر شد. اگرچه متن این سخنرانی عاری از لغزش گرامری نیست، اما هرمز هرمزان هرچند ترکی نمیدانست ایراد نحوی به سلطان محمد خربنده گرفت. مشار الیه در جواب گفت: oğlan sen bilmirsən, mənin səndən təcrübə ziyad است. Qulaq ver gör çi میگن. 2 mələkdilər Allah dərgahına çox mücərrəb. یکی صرف idi, یکی نحو idi. Günah elədilər. Allah اونها رو تنبیه فرمودی و فرمودی ذهن uşaqlar محبوس کردی. من geldim şefaat کردیم. ondan sonra فاعل و مفعول خود مختار شدی. صرف و نحو ده گتی. پاورقی ترجمه متن ترکی اول. این پرتغالی های بینن بابا هرچی باشد مهمانند
و به ما وارد شدند. گور پدر مال دنیا هم کرده، چرا بیخود سخت بگیریم؟ اگر خواست خدا باشد پایش را میخورند و کلکشان کنده خواهد شد. مگر کافر شدی یا نمیدانی که بی امر و حکم حق سبحانه و تعالی برگ از درخت نمیافتد؟ پس مقدر بود که این پرتغالی های سگ پدر جزیره را بگیرند، وگرنه با تقدیر تدبیر چه سود؟ اگر خدا بخواهد زعفر جنی را میفرستد، همهشان را میکشد. حالا میخواهی دست به کارخانه خدا بزنی؟ مشیتش اینطور قرار گرفته که کفار بر ما مسلط شوند. چه میشود کرد؟ چنان که خودم به زبان آذری فرمودم، چراغی را که ایزد میافروزد، هر که پف کند ریشش بسوزد. خب گناه از کوچک، بخشش از بزرگ. من چشمم را هم میگذارم. بهترین است که تخم این پرتقال ها را بکاریم و خوراک برایشان فراهم کنیم تا اگر فردا در تنگی ماندند نگویند که مهمان شاهنشاه شدیم و گرسنه ماندیم. ترجمه متن دوم ترکی. پسر جان، تو نمیدانی من تجربه ام از تو زیادتر است. گوش کن چه میگویم. صرف و نحو 2 ملک مقرب درگاه پروردگار بودند. گناهی از ایشان صادر شد. خدا برای تنبیهشان آنها را در ذهن کودکان زندانی کرد. من رفتم و شفاعت کردم، آزاد شدند. بعد از آن فاعل و مفعول خودمختار شدند و صرف و نحو هم رفت. نگو که پرتغالی های حرام لقمه به وسیله مسافر ایتالیایی مارکوپولو قبلا مقداری ریال سکه زده بودند و به سلطان محمد رشوه داده بودند و دم سیبیلش را حسابی چرب کرده بودند تا خودش را به کوچه علی چپ بزند. ولکن این شخص باید کسی دیگری ورای جهانگرد معروف ایتالیایی باشد که در زمان هولاکو و 60 سال پس از ابن بطوطه به ایران آمده است. باری برای اینکه هرمزان با وجود خوشخدمتی که کرده بود نرنجد، فوراً فرمان همایونی صادر کرد و مشهدی ذوالفقار مرزبان جزیره قشم که در بند ج بود و سال قبل کارت تبریک عید نوروز به خاک پای همایونی نفرستاده بود بازنشسته کرد و قلمرو او که بزرگتر و آبادتر از هرمز بود به هرمزان واگذار نمود تا بیدرنگ مشغول رتق و فتق امور بشود. بعد دستور داد که تخم پرتقال را به توسط کارشناسان زبردست وزارت کشاورزی و پیشه و هنر و تبلیغات در مازندران کاشتند و در انتظار نوبر میوه‌اش مشغول مکیدن سماق شد و سالها بدین منوال سپری گردید. چون مورخ باید دست و دل پاک باشد، این نکته مهم تاریخی را ناگفته نمیگذارم که حکم مرزبانان جزیره قشم در اداره بازنشستگی مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان محاسبات به وسیله قرطاس پرانی‌های ماهرانه حقوق پس افتاده او را تصویب ننمود. حالا شما این کشور یک وجبی پرتغال را دست کم نگیرید. اصلا تخم لق استعمار را این ملت توی دهن دیگران شکست. چون تا آن زمان استعمار و استثمار فقط در زیر لوای مذهب میشد و هنوز صورت قانونی حقوقی و بین المللی به خود نگرفته بود و هم ردیف دزدی و گردنگیری به شمار می آمد. اما پرتغالی ها چون توپ مرواری که تا آن وقت اسمش فقط قانون بود در دست داشتند، گمان کردند که حق و حقیقت و قانون با آنهاست و هر کثافتکاری که دلشان بخواهد میتوانند بکنند، به شرط اینکه زیر لوای قانون کلاه شرعی به سرش بگذارند. باری پس از 14 هفته آزگار چاپار مخصوص شاهانه نامه تقدیرانگیز و تشویق‌آمیزی برای واسکودوگاما آورد. این نامه را البغرق به خط رمز نوشته بود و واسکودوگاما با اشکال زیادی از روی کتاب کنز الرموز بونتلی خود توانست تقریباً معنی ثلث آن را کشف بکند. دسپرادوس ضمناً گوشزد کرده بود. حالا که نتوانسته است خمس مسکون را تسخیر بکند، اقلاً تا اندلسیا به قتل و غارت ملحدان بی ایمان ینگی دنیا سرگرمند، باید هرچه زودتر اقدام به تسخیر 7 پرکنه هند بنماید.
تا آنها را جلوی امر واقع شده قرار بدهد و برای این منظور به هر وسیله که متشبث شود روا خواهد بود. چنانکه علمای پیشینیان که از زبان ایتالیایی اطلاعات کافی نداشته به فرانسه فرمودند La fin justi fili maya، یعنی این است و جز این نیست، به درستی که هر آینه چون مقصودی و مطلوبی مورد عنایت و توجه بزرگان واقع گردد، برای وصول بدان به هر وسیله و به هر دوز و کلکی، چه خوب باشد و چه بد، چه مشروع باشد و چه نامشروع، تشبث جسته شود، به تحقیق شایسته و همانا که مشروع و مجاز و مقبول خاطر ایشان خواهد بود. و نیز تذکر داده بود اگر اهالی محترم پرتغال بو ببرند که من بی خود لقب فاتح ینگی دنیا و هند به خود دادم، به رگ غیرتشان برمیخورد و هرچند همدانی نیستند اما پوستم را قلفتی خواهند کند. بعد پوزش فراوانی خواسته بود که چون امسال درخت آفت فیلوکسرا دیده و صدمات بسیار چشیده و از این لحاظ بیم قحطی در خود کشور پرتغال می رود، لذا تسریع الحال 7 پرکنه هند را به مستملکات پرتغال تایید کرده بود. توضیح آن که در کتاب قوس و قزحی که راجع به جرم و جنایات هندوها نسبت به پرتغال در دست تألیف است، تذکر داده شده در سرزمین پرتغال خیز هندوستان که مردمش وحشی و عادت به خوردن پرتغال ندارند، از کینه‌ای که به پرتغالی ها می‌ورزند مرده های خود را با پرتغال آتش می‌زنند و یا مثل قهوه برزیل پرتغال ها را برای ماهیان به دریا می‌ریزند تا از تورم محصولات جلوگیری شود و به نتیجه از تورم پول مسکوک و اسکناس ممانعت به عمل آید. در این صورت وظیفه مقدس هر فرد میهن پرست و با شهامت پرتغالی است که هندوستان را از لوث وجود این مردم خبیث وحشی نجات داده شکمی از عزا در بیاورد و همچنین اهالی اصیل و نجیب میهن را از شر قحط و غلا برهاند. و در خاتمه افسوده بود زنده باد خدا و شاه و میهن که نماینده هر سه آنها خودم هستم. ضمناً یک پرگار و مقداری مشک و زعفران که در آن ایام نوشت افزار نقشه کشی بود برای واسکو دو گاما فرستاد تا هرچه زودتر نقشه حمله خود را بکشد. واسکو دو گاما به مصداق مثل معروف حماقت‌های تاریخ همواره باید تکرار بشود، پیام شاهانه را حک و اصلاح کرد و داد برای ساکنین هرمز توی بوق و کرنا زدند و جار کشیدند که بدانید و آگاه باشید که وظیفه طاقت فرسای مقدسی به عهده ملت نجیب و برگزیده پرتغال است، زیرا قادر متعال به طرز معجزه‌آسایی قانون را در اختیار ما گذاشت تا به وسیله آن مردمان تمام اقطار عالم را در زیر پرچم پر افتخار پرتغال بیاوریم و به صراط مستقیم نشر و توسعه علوم و تمدن غرب راهنمایی بکنیم و به تأسیس انجمنهای فرهنگی در میان طوایف وحشی گمراه همت بگماریم و آنان را از مزایای دادگستری و آزادی و دموکراسی و قانون خودمان برخوردار سازیم. دوره رخوت و آسایش و تنپروری سپری گردید. اکنون هنگام جدیت و فعالیت و هنرنمایی و زورآزمایی و اتحاد کلمه و مبارزه با فساد فرا رسیده است. شما باید بدانید که چشم و چراغ عالم می باشید و چشم امید شاهنشاه جوانبختتان به شما که پیش قراول آزادی هستید دوخته شده است. زنده باد پرتغال جاویدان که به زودی در مستعمراتش خورشید یک چرت نخواهد خوابید. مرده باد هندوهای مرتجع که خوراک پرتغالی های آریستوکرات را احتکار کرده اند. بیت: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. پس برای شروع ابتدا به تسخیر 7 پراکنه هند قیام می کنیم که مردمانش دشمن شماره 1 ما هستند. این وظیفه مقدس هر فرد با شهامت و میهن پرست پرتغالی است. لذا از شما دعوت می کنیم
چنان که حضرت ختم المبین در کتاب آسمانی خود می‌فرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون، پس به مقتضات آیت کریمه باید هرچه زودتر آماده جدال و قتال شوید. فراموش نکنید که محض رضای خدا می‌کشید و البته آخرت را به دنیا ترجیح می‌دهید و کسی که در راه خدا می‌کشد چه بکشد و چه کشته شود، خدا پاداش گرانی به او ارزانی خواهد داشت و در سوره البقره می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله و اعملوا ان الله سمیع علیم، یعنی بکشید در راه خدا و بدانید که خدا شنوا و داناست و به تحقیق بدانید که قادر متعال مرا بر مسند سلطنت نشانیده و به مرتبه ذل الهی ارتقا داده که امتثال فرمان باری تعالی بنمایم و بر من واجب است که حق گویم و طریق حق پویم، مجریان را به سزای اعمالشان برسانم و مخلصان را به مزید انعام و احسان مفتخر گردانم. هنر نزد پرتغالیان است و بس، چون پرتغال نباشد تن من مباد. حالا دیگر خود دانید. به پیش.